سلام، حالتون چطوره؟ امروز میخوایم یه خوراک بین المللی بادمجون درست کنیم. غذایی که توی رستوران ها و هتل ها سرو میشه. بادمجون رو راه پوست میگیریم و اونها رو به صورت نگینی درشت خورد میکنیم. توی کمی روغن قشنگ بادمجونا رو سرخ میکنیم. کدو رو مثل بادمجون به صورت راه پوست میگیریم و نگینی های درشت خورد میکنیم. کدو زمان سرخ کردن آب میندازه. وقتی که خواستین از تاب جمعش کنین آبشو بگیرین و داخل یه ظرف دیگه بذارین تا باقی مواد رو سرخ کنین. یه دونه پیاز درشت رو نگینی های درشت خورد میکنی. پیاز رو به اندازه کاراملی شدن سرخ میکنی. سه تا فلفل دلمه رنگی، زرد، سبز و قرمز رو نگینی درشت خورد میکنیم. فلفل دلمه یارم توی روغن کمی تفت میدیم. بریم سراغ قارچ. چند تا قارچ رو مثل بقیه موادمون نگینی درشت خورد میکنیم و سرخ میکنیم. یه دونه گوجه فرنگی رنده شده رو تفت میدیم و جعفری خورد شده رو به موادمون اضافه میکنیم. بریم سراغ ادویه ها. آویشن ادویه اصلی این غذا است که باعث میشه طعم فوق‌العاده‌ای داشته باشه. پاپریکا، پودر سیر، میتونین از سیر رنده شده تازه هم استفاده کنید، فلفل سیاه و نمک. موادمون رو با هم ترکیب میکنیم تا طعم ادویه ها به خوبی به گوجه و قارچ اضافه بشه. حالا باقی موادی که قبلا سرخ کردیم به این سس اضافه میکنیم و حسابی با هم مخلوط میکنیم و غذای ما حاضره. با مواد دلخواهتون میتونین اونو تزیین کنید. نوش جان. مرسی از تماشای این ویدیو. برام تو کامنت ها بنویسین که شما همین غذا رو امتحان میکنید یا نه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم.